خب بریم سراغ ادامه مبحثمون. تا اینجا اومدیم یه چند تا مثال حل کردیم از اینکه حالت ترپ رو در اصل بیایم توضیحش بدیم و چند تا مثال حل کردیم و آخرین مثالی هم که حل کردیم اینه که اومدیم زبانی رو نوشتیم، DFA زبانی رو نوشتیم که تعداد فردی رو میپذیره. حالا میایم در اصل مثال بعدی میگه که زبان تنها رشته‌هایی با تعداد زوجی آ و تعداد فردی بی رو بپذیر. ببینید ما تعداد آ یا زوج هست یا فرد هست، تعداد بی هم یا زوج هستش یا فرد هستش. خب پس ما 4 حالت وجود داره به ما. یکی این که آمون زوج باشه، بیمونم زوج باشه. پس من اینجا می نویسم آ زوج، درسته، بیم زوج. پس این یه دونه حالت ما هستش. یه حالت داریم آ زوج باشه، بی فرد باشه. یه حالت داریم آ فرد باشه، بی زوج باشه، درسته. یه حالت داریم که آ فرد باشه، بی هم فرد باشه. پس ما 4 تا حالت داریم. از این 4 تا حالت کدوم حالت ما مورد پذیرش هستش؟ حالتی که تعداد آمون زوج باشه، تعداد بیمون فرد باشه. یعنی این حالت در اصل حالت استیت پایانی ما هستش. حالا ببخشید دیگه خطم یه خود بد خطه، خودتون به بزرگوارتون ببخشید. خب پس این حالتی که آمون زوج هستش و بیمون هم فرد هستش حالت پایانیمون یا همون حالت اکسپتمون هستش. خب از طرف دیگه من وقتی که میخوام شروع کنم نه زوج نه آ خوندم نه بی خوندم، یعنی تعداد آ و بی چنده؟ 0. پس حالت استارت یا حالت شروع من آی زوج بی زوجه، چون 0 عدد زوجی هستش، درسته؟ آی زوج بی زوج. از طرف دیگه پس این حالت شروعمون شد، اینم حالت پایانیمون شد. میایم تو هر کدوم از حالتها در اصل بررسی میکنیم که با خوندن یه دونه آ یا یه دونه بی چه اتفاقی میفته. من تعداد آم زوج هست، تعداد بیم زوج هست. خب یه دونه آ بخونم تعداد آم در از فرد میشه، خب تعداد بی زوج میمونه. پس من با خوندن آ میرم به این حالت. تو وقتی که آ زوج هست بی هم زوج باشه، اگه من یه دونه بی بخونم میرم تو حالتی که بی فرد هستش و آ زوج همچنان باقی میمونه، یعنی میرم تو این حالت. تموم شد. حالا میایم این حالت رو بررسی میکنیم. تو این حالت وقتی من آ فرد هستش یه دونه آ بخونم میشه آ زوج، از طرفی بی هم زوج میمونه. پس من با خوندن یه دونه آ میرم به حالت بالایی. وقتی آ فرد هست بی هم زوج یه دونه بی بخونم آ فرد میمونه، بی هم فرد میشه. پس من با خوندن بی میرم به این حالت. تموم شد. حالا بیایم مثلا این حالت رو بررسی کنیم. تو این حالت وقتی که آ فرد هستش و بی هم فرد یه دونه آ بخونیم میریم تو حالتی که آ زوج هست بی فرد. پس من با خوندن یه دونه آ میرم به حالتی که آ زوج هست و بی فرد هستش. تو این حالت اگه من یه دونه بی بخونم میرم تو حالتی که بی زوج هستش و آ فرد، یعنی میرم تو این حالت. حالا بیایم حالت آخری رو بررسی کنیم. تو حالتی که آ زوج هست بی هم فرد، من اگه یه دونه آ بخونم میرم تو حالتی که آ فرد هست بی هم فرد میمونه و اگه یه دونه بی بخونم میرم تو حالتی که بی زوج هستش و آ هم زوج هستش، یعنی میرم تو این حالت. تمام شد. استیت زبانی که
تعداد زوجی آ رو بپذیره، از طرفی هم تعداد فردی از بی رو هم بپذیره، میشه DFAش یه همچین حالتی. تمام شد. خب مثال سومی که میخوایم تو این بخش بزنیم میگه که زبان تنها رشته هایی با طول مضربی از 3 را بپذیرد. یعنی چی؟ یعنی اگه بخوایم اینو به صورت ریاضی بنویسیم میگیم ال هایی که ال مساوی W هایی که اندازه W مود 3، درسته؟ خب اندازه W مود 3 با طول مضربی از 3 مساوی 0 باشه. یعنی طولش مضرب 3 باشه، یعنی مثلا طولش 0 باشه، طولش 3 باشه، 6 باشه، 9 باشه و الی آخر. حالا مثلا اگه بخوایم چند تا مثال بزنیم میتونیم بگیم که ال مساوی لامدا رو میپذیره، مثلا 3 تا آ رو میپذیره، 2 تا آ یه دونه بی رو میپذیره. اصلا مهم نیست که آ هستش یا بی هست، صرفاً طولش مضرب 3 باشه. مثلا 6 تا رو میپذیره، مثلا تو این 6 تا میتونه اینطوری باشه یا هر 6 تای دیگه و الی آخر. خب پس با این اوصاف میریم DFA مورد نظر رو رسم میکنیم. برای اینکه بیایم DFA اینو رسم کنیم راههای مختلفی وجود داره، ایده‌ش هم قبلا بهتون دادم. کافیه که حالا یه چند تا رشته رو مثال بزنیم و با استفاده از اون رشته ها بیایم DFA مون رو بپذیریم، در اصل بکشیم. ما گفتیم که لامدا رو میپذیره دیگه، درسته؟ پس حالت شروع، حالت پایانی هم هستش. از طرفی دیگه خب دقت کنید، ما برای اینکه بخوایم این DFA رو بکشیم یه کار میتونیم بکنیم. ببینید اندازه W مودش به 3، درسته؟ چند تا حالت داره. یه عدد اگه بخواد مودش یعنی باقی ماندش به 3 مشخص باشه، یه عدد باقی ماندش به 3 یا 0 یا 1 یا 2، درسته؟ پس من برای کشیدن DFA این مثال به 3 تا حالت نیاز دارم. حالت اولم حالتیه که در اصل باقی ماندش 0. حالت دوم حالتیه که باقی ماندش 1. حالت سوم حالتیه که باقی ماندش 2. از این 3 تا حالت صرفاً فقط حالتی که باقی ماندش 0 هستش حالت مورد پذیرش من هستش، درسته؟ حالا میگم که وقتی من تو این حالتی هستم که تعداد، یعنی من تو حالت 0 هستم، یعنی تعداد میگم طول رشتم مودش به 3 0 هست، یعنی مضربی از 0 هست، یه دونه آ یا یه دونه بی رو بخونم میرم به حالتی که طول رشتم مودش به 3 1 هستش. چرا؟ فرض کنید مثلا من یه همچین رشته‌ای رو دارم آ بی، خب طولش چقدر؟ 3 مضربی از 3 هستش. خب حالا اگه من بخوام یه کاراکتر دیگه هم به این اضافه کنم، مثلا بیام آ رو اضافه کنم، طولش چقدر میشه؟ 4 مود به 3 چقدر میشه 1. پس من وقتی تو حالتی هم که مودش به 3 0 هستش، درسته، با یه دونه کاراکتر خوندن حالا فرقی نمیکنه اون کاراکتر من آ باشه یا بی باشه، میرم به حالتی که مودش به 3 1 هستش. حالا وقتی تو حالتی هم که مودش به 3 1 هستش با یه دونه باز فرقی نمیکنه آ یا بی خوندن، به تب میرم به حالتی که مودش به 3 2 هستش. دقت کردیم؟ حالا اگه هم اینجاها رو کمی متوجه نمیشید میتونید چند تا مثال بزنید و کامل درکش کنید. از طرف دیگه وقتی من یه رشته‌ای دارم که مودش به 3 2 هستش، مثلا 5 اینطوری، این یه رشتهش به طول 5 هم مودش به 3 2 هستش، من یه دونه هم به این کاراکتر اضافه کنم، مثلا بیام بی رو اضافه کنم، درسته؟ این در اصل رشته‌ای میاد به طول چند؟ به طول 6 مودش به 3 چنده؟ 0. پس وقتی من تو حالت 2 ام اگه آ یا بی رو بخونم میرم به حالتی که مودش 0 هستش و سلام. DFA این مسئله رو هم اومدیم رسمش کردیم. خب بریم سراغ ادامه بحثمون.
تو ادامه بحث هم باز میخوایم چند تا مثال دیگه هم حلش کنیم که به تسلط خیلی خوبی تو این بحث ها برسیم. پس ببینید برای اینکه در حالت کلی بخوایم جمع‌بندی کنیم، برای اینکه بخوایم یه دی اف ای رو رسم کنیم، راه‌های مختلفی وجود داره. یا میتونیم رشته کف اون زبان رو به دست بیاریم، بیایم اول یه دی اف ای بکشیم که اون رشته کف رو بپذیره. دقت کردین؟ رشته کف رو بپذیره. حالا که اون رشته کف رو پذیرفت، بیایم در اصل تو هر حالت چک کنیم که با الفباهای مختلف به کدوم حالت میریم و به این ترتیب دی اف ای رسم میشه. این یه روششه. یه روش دیگه اینه که ما هر جایی که در اصل موندیم، یعنی دیدیم که نمیتونیم دی اف ای رو کامل کنیم، از خودمون این سوال رو بپرسیم که آیا این جایی که من موندم با یه دونه رشته خوندن در اصل باعث میشه که من زبانم اون رشته رو نپذیره؟ پس وقتی یه رشته ای رو تولید میکنی که زبانت اون رشته رو نمیپذیره، باید اون رشته رو ببری به حالت ترپ، یعنی حالت عدم پذیرش یا همون حالت تله که اینم مثالاشو گفتیم. یه روش دیگه هم برای رسم دی اف ای این بود که تو این مثال چند تا مثال بالا هم که اخیراً حل کردم، تو این مثال ها به شما گفتم که برای اینکه بخوای دی اف ای رو رسم کنی، صرفاً کافیه که حالت بندیش کنی. ببینی که مسئله من چند تا حالت داره، بیای همه اون حالت ها رو در اصل بکشی، بعد بگی که از این حالت ها کدوم حالت مورد پذیرش من هستش، اون حالت رو بکنی فاینال استیت و بررسی کنی که کدوم حالت شروع من هستش و اون حالت رو هم بکنی استارت استیت و بیای دی اف ای رو رسم کنی. خب 2 تا مثال هم اینجا حل میکنیم. میگه که باز فرض کنی که زیگمامون آ و بی هستش، بیا برای زبانهای زیر دی اف ای رو رسمش کن. میگه که زبان تنها رشته هایی را بپذیرد که به آ ختم می شود. دقت کردی؟ زبان تنها رشته هایی را بپذیرد که با آ ختم می شود. این میدونی یعنی چی؟ حالا تو ادامه هم میخونیم، اینو اینطوری نشون میدن ال مساوی، حالا تو درس‌های بعدی هم میخونیم آ یا بی استار. آ یا بی استار مثلا یعنی هر چی رو تولید میکنه دیگه. این به اضافه که اینجا اومده، حالا میگم تو درس‌های بعدی توضیحش میدم، این یه شکلی از تعریف زبان هست به نام عبارت‌های منظم. آ یا بی استار یعنی بیا تو هر بار میتونی آ رو انتخاب کنی یا بی رو انتخاب کنی. پس این هر زبانی رو تولید میکنه. این زبان میگه که تنها رشته هایی را بپذیرد که به آ ختم میشود، یعنی تو بیا هر رشته ای رو که دوست داری تولید کن، آخرش باید به یه آی ختم بشه. پس میتونستیم این زبان رو که به این صورت توصیف کردیم به این صورت هم در اصل بنویسیمش. خب برای اینکه بیایم این دی اف ای این زبان رو رسم کنیم، در اصل ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم در اصل رشته همون از استراتژی اول استفاده میکنیم. میایم میگیم که آقا رشته کف این زبان چیه؟ یعنی کوچکترین رشته‌ای که این زبان میپذیره چیه؟ خب مشخصه آ رشته کف این زبان هستش، درسته؟ من میام بدون اینکه توجه کنم مثلا این زبان چی هستش، من به این توجه نمی کنم. خب میام یه دی اف ای میکشم که آ رو بپذیره. خب قطعا من یه حالت شروع دارم، من یه دونه آ میخونم، میام به این حالت، تو این حالت هم یه دونه دوباره آ میخونم، میام به حالت پایانی. حالا اینی که من کشیدم درسته دی اف ای نیست، قراره حالا تکمیلش کنیم، ولی به صورت پیشفرض اینی که من کشیدم این اف اس ای آ رو میپذیره دیگه. این حالت شروعمون هستش، یه دونه آ رو میخونم میام اینجا، یه دونه هم آ رو میخونم میام حالت پایانی و حالت پایانی هم پس این آ رو میپذیره. پس اومدم رشته کف رو چیکار کردم؟ تولید کردم. حالا میام شروع میکنم، چند تا استیت دارم؟ 3 تا. هر استیت رو بررسی میکنم که با اون یکی الفبا به کدوم حالت قراره بره. فرض کن من تو حالت اول هستم، یعنی این حالت. خب تو این حالت فهمیدیم که اگه
در از آ رو بخونیم میریم به این حالت. اینو فهمیدیم. حالا باید بررسی کنیم اگه بی رو خوندیم میریم به کدوم حالت. اگه من تو این حالت، یعنی حالت استارتم، بی رو خوندم، باز تو این حالت میمونم. چرا؟ چون که من در از هر چقدر بی میتونم بخونم، اولین آ رو که خوندم میرم به این حالت. دقت کنید. ولی تا زمانی که اولین آ رو نخوندم همچنان تو این استیت هستم. پس اینجا یه دونه توقع داریم که روش در از با بی علامت گذاری میکنیم. پس در اصل من اینجا هر چقدر بی بخونم تو این حالت میمونم تا اولین آ رو بخونم. حالا اولین آ رو خوندم، درسته؟ رسیدم به این استیت. دقت کردید؟ رسیدم به این استیت. حالا تو استیت دوم هستم. میدونم که اگه تو استیت دوم یه دونه آیه دیگه هم بخونم میرم تو استیت پایانی و کار تمومه. درسته؟ ولی نکتهش اینه که اگه من تو استیت دوم بی رو بخونم چه اتفاقی میفته؟ دقت کردین؟ اگه من تو استیت دوم بی رو بخونم چه اتفاقی میفته؟ تو استیت فرض کنیم مثلا شما 2 تا بی رو خوندی، یه دونه آرم خوندی، درسته؟ بعدش به جای اینکه آ بخونی یه بارم باز بی خوندی. دیگه اینجا این تأثیر آ از بین رفت و برای اینکه رشته تو قابل پذیرش باشه باز باید پشت سر هم 2 تا آ بخونی. پس من تو این حالت، یعنی تو حالت دوم، اگه بی خوندم باز میام تو این حالت اول. دقت کردی؟ یعنی تو حالتی که هیچ آیی نخوندم. چرا؟ چون که تأثیر اون 2 تا آ از بین رفت. دقت کردی؟ حالا فرض کنید پس تموم شد دیگه. من تو حالت 2 هم تعیین کردم با آ کجا میرم، با بی کجا میرم. حالا میایم تو حالت پایانی و این حالت رو بررسی میکنیم. من تو این حالت پایانی در اصل رشته‌مو گرفتم، یعنی رشتم تو حالت پذیرش هستش. از طرف دیگه من برای اینکه در اصل رشتم تو حالت پذیرش هست، اگه من آ رو بخونم چه اتفاقی میفته؟ فرض کن مثلا من 3 تا بی خوندم، 2 تا هم آ خوندم، درسته؟ 3 تا بی رو اینجا خوندم تو حالت اول، بعد 2 تا آ خوندم، رسیدم به این حالت. دقت کردی؟ حالا تو حالت پایانی هستم. اگه من یه دونه آ بخونم باز چه اتفاقی میفته؟ این حالت هم حالت پذیرش هستش. چرا؟ چون 2 تا آی آخر داریم. اگه من یه دونه آ دیگه بخونم باز چه اتفاقی میفته؟ باز اینم حالت پذیرش هست، چون که من 2 تا آ رو آخر دارم. پس من تو این حالت پذیرش اگر آ بخونم، یعنی هر چقدر آ بخونم، من باز تو حالت پذیرش هستم و باز رشته من چیه؟ قابل قبول هستش. اما نکته اینجاست، اگه من تو حالت پذیرش باشم، مثلا فرض کنید یه دونه بی خوندم، 2 تا هم آ خوندم، درسته؟ و من این رشته رو DFA من میپذیره دیگه، درسته؟ فرض کنید تو حالت پذیرش هستم. تو این حالت پذیرش من بیام یه دونه بی بخونم، چه اتفاق میفته؟ دیگه تأثیر این 2 تا آ از بین رفت و برای اینکه کل این رشتم قابل قبول باشه باید 2 تا آ هم باز بعدم بخونم. پس این نشون میده که اگه من تو حالت پایانی باشم و بی بخونم، این بر میگرده سر جای اولش و باز چی اتفاقی میفته؟ و باز من باید دوباره از اول چیکار کنم؟ 2 تا آ بخونم. تموم شد. و همین سادگی ما اومدیم DFA این مثال رو هم رسم کردیم. دقت کنید اینجا در اصل اومدیم اول رشته کف رو به دست آوردیم و بدون توجه به اینکه زبانمون چی هست و از ما چی میخواد اومدیم رشته کف رو تولید کردیم. بعدش اومدیم به ازای حالتهای مختلف و الفبای مختلف اومدیم بررسی کردیم که من تو هر حالت و با الفبای خاص به کدوم حالت دیگه میرم. خب و مثال آخری هم که تو این قسمت حل کنیم و این قسمت رو هم به پایان برسونیم، در اصل مثال آخر هست که میگه زبانی بنویسید که فقط رشته هایی رو بپذیره که به بی ختم شده و شامل آ نیز نباشد. خب شامل آ نیز نباشد. ما بیایم یه چند تا مثلا مثال بزنیم.
فرض کن من علمو چه مثال ها اولا اینکه میگه به بی ختم بشه، پس این بیه، درسته؟ ثانیاً میگه که شامل آ هم نباشه. مثلا زبان من این رشته رو میپذیره آ بی بی، چون به بی ختم شده، شامل آ هم نیست. ولی مثلا زبان من بی آ بی رو نمیپذیره. ببینید این به بی ختم شده، درسته، ولی شامل آ هستش، پس این زبان من این رشته رو نمیپذیره. پس چند تا مثال زدم که در اصل مسئله به دستتون بیاد و بیایم DFA این زبان رو هم رسم کنیم. برای اینکه DFA این زبان رو رسم کنیم باز از چند تا تکنیک به صورت ترکیبی استفاده میکنیم. ما یه حالت شروع داریم. خب اولا که این زبان ما لاندا رو نمیپذیره دیگه، درسته؟ چرا؟ چون که لاندا به بی ختم نشده که این زبان بپذیره، پس حالت شروع حالت پایانی نیست. به این نکته توجه کنید. از طرف دیگه رشته کف این زبان چیه؟ رشته کف این زبان بی هست، یعنی این زبان تکبی رو میپذیره. چرا؟ چون که تکبی هم به بی ختم شده هم شامل آ نیست. پس من میگم اگه تو این حالت اولی هستی و یه دونه بی خوندی، برو به حالت پایانی. دقت کردی؟ برو به حالتی که در اصل state accepted هستش، برو به حالت پایانی. حالا رفتی به حالت پایانی، از طرف دیگه اگه من تو حالت استارت باشم، درسته؟ و نکتهش اینه 2 تا آ بخونم، یعنی دیگه این رشته رو نمیتونم بپذیرم. ببینید شما هر رشته‌ای که توش 2 تا آ پشت سر هم باشه، اون رشته قابل پذیرش توسط این زبان نیست. حالا مثلا اینطوری باشه، یا اصلا اینطوری باشه، یا مثلا بی آ باشه، اینو نمیتونی، چون که 2 تا آ پشت سر همه. اینجا نمیشه چون که 2 تا آ پشت سر همه. اینجا نمیشه چرا؟ چون 2 تا آ پشت سر هم هستش. پس وقتی میگه که 2 تا آ نباید پشت سر هم باشه، این به این معنیه که اگه تو 2 تا آ پشت سر هم خوندی، باید اون رشته رو دیگه قبول نکنی. یعنی اگه من 2 تا آ پشت سر هم خوندم، باید برم به کدوم حالت؟ برم به حالت ترپ یا حالت عدم پذیرش، حالتی که دیگه نمیتونم از اون فرار کنم. پس من تو حالت شروع اگه 2 تا آ رو خوندم، اگه یه آ رو خوندم، میام به این حالت. حالا این حالت چیه؟ بعداً صحبت میکنم. یه دونه آیه دیگه هم خوندم، میام به حالت چی؟ حالت ترپ، که دیگه نمیتونم از این فرار کنم. و تو حالت ترپ باز اگه آ و بی رو خوندم، باز تو حالت ترپ میمونم. این از این. خب حالا تموم شد دیگه، DFA ما رسم شد. فقط باید این 2 تا استیت رو هم بررسی کنیم که به ازای الفباهای مختلف کجاها قراره بره. اگه من یه دونه آ رو خوندم، این استیت چیه؟ این استیت معادل اینه که من یه دونه آ خوندم، درسته؟ اگه من یه دونه آ خوندم و بعدش یه دونه بی خوندم، یعنی من اومدم اینجا یه دونه آ خوندم، حالا تو اینجا میخوام یه دونه بی بخونم، چون من 2 تا آ رو اینجا که تولید نکردم، من اینجا 2 تا آ رو تولید نکردم. از طرفی الان یه دونه بی میخوام بخونم، یعنی رشتم به بی ختم میشه، پس در اصل من با خوندن بی میام به حالت فاینال، درسته؟ از طرف دیگه من پس تو این حالت هم مشخص، یعنی این حالت هم تکلیفش مشخص شد که با آ کجا میره، با بی کجا میره. حالا صرفاً کافیه که بیایم و حالت فاینال رو بررسی کنیم که با آ بی کجا میره. حالا ببینید تو حالت پایانی من هر چقدر بی بخونم، خب چون رشتم به بی ختم شده و از طرفی هم شامل آ نیست، این قابل پذیرشه. پس من تو حالت پایانی یه دونه توقع دارم که هر چقدر بی رو بخونم باز پذیرش میکنم. اما وقتی تو حالت پایانی هستم و یه دونه آ رو خوندم، خب باید برم به حالتی که یه دونه آ خونده شده، یعنی اینجا، که اگه بعد از اون یه دونه آی دیگه هم خوندم بره به ترپ، یا اگه یه بی دیگه خوندم بیاد به حالت چی؟
بیاد به حالت فاینال یا همون حالت پذیرش. تموم شد. DFA ما رسم شد و تونستیم DFA این مسئله رو هم در اصل رسم کنیم.